قمر، من فهمیدم تو میخوای مثل روزای سابق برات گنجشک بشم. قبوله باشه. قمر عشقم درو باز کن دیگه. بابا من هر بلایی که سرم بیاد همیشه به تو زنگ میزنم باشه؟ او همینه دیگه دختر. فهم میخواستی به گنجیش که دمه در زنگ بزنی. قمر، قمر روشنی زندگیم. وای پسرم آروم باش، بذار خدافزی بکنم. مامان قمر از خدافزی خوشش نمیاد. من قبلا فراریش دادم، هیچ وقت ناراحت نبود. پسر بگو ببینم چند دفعه فراریش دادی؟ میگم نکنه رفته باشم جایی. فایراز شاید رفته باشم بازار، یکم بیشتر صبر کنی میاد. زندتش من چه میدونم، همه چی ممکنه جلوی ازدواجمون رو بگیره. اینه نبود شوخ طبیعون نستم میگه. یه لحظه نکنه آبجی داره زایمان میکنه. آره آبجیم داره زایمان میکنه. همچین چیزی ممکنه؟ فایراز میگم شاید اصلا کسی به اسم قمر وجود نداره، شاید اصلا همش جزء تصورات و خیالاتت بوده. ذهن پسرمو به هم نریزین. امروز روز تحت‌القالیمه، بهترین روز شاپسرمه. مامان اگه قمر نیاد بدترین روز شاپسرت میشه. ببین خونه دختر خونه نازه، معلومه که ناز میکنه. وای مامان چند دفعه بگم شما متوجه نمیشین؟ چند دفعه بگم دختره رو فراری دادن. روزی جلوی مردم رسوامون کردی، روانی شدی. انگار اولین آدمیه که داره عروسی میکنه. برخ بزنشم برخ دیگه. باشه درست برخ، پات خوب بذار. بیا درست برخ. دیوانه مغزم دیگه هنگ کرد. قمر دادی جونم درو باز کنین، الانی که از عشق عمم خونه رو سرمون خراب کنه. باز کنین دیگه. قمر مثل طلبکاره در میزنه. ای خب مگه طلبکار نیست؟ اینجا فقط یه طلبکار است، اونم منم. خودم باز میکنم. قمر کی بود؟ منم چیزه پویراسم، دامادت، شوهر خواهر. کی؟ سر در باز کن دیگه، معلوم نیست کی هستیم. بچه هلاک شد رفت. رفیق چرا اومدین؟ چی شده؟ قضیه ای هست مگه؟ داداش چرا اینجوری میکنه؟ آروم باش. پویراس پسر به خودت بیا، تسلیم نشو. من دیگه عادت کردم. بابا خدا قمر رو نمیدن به من. گوزه کشش نده بابا، بچه حالش بد شد. پویراس پاشو مثل یه مرد باش، بچنگ پاشو. چی داره از مردونگی حرف میزنه؟ موهاشو ببین. مردم بذار من باشم با روی هفته سر چرا اینجوری میزنی؟ شوهر خواهر قربونت برم در باز کن، من اومدم قمر رو ببرم. آها خب اینو از اول بگو دیگه، از اول باز میگفتی. باستا وا کنم. آره بیا. وا نمیشه که، فکر کنم یه ساعتایی لای در گیر کرده. کوزه نکنه این لای در گیر کرده. در باز کن. ممکنه این گیر کرده باشه؟ این چیه؟ ببین یعنی چی این چیه؟ مگه ما با تو اینجوری کردیم؟ رسم و رسوم ما اینجوری نیست. اتفاقا تو رسم و رسومم هست. من پادشاه فرسان پسر، به خاطر اینکه الان در حریم من هستین فقط پول پول داداش زن داداش قربونت برم، ببین به آخرش رسیده دیگه، تو سنگ ننداز. به خاطر اون دخترای نچست یه قرونم نمیدم، ولی پویراز چون تو رنس خوشتی به خودمونی فدای سرت. سفر عیبی نداره، بهش بده کنه داره بده دیگه، بده سر موازده باش. بیا خوبه؟ این چیه؟
با یه تراول میخوای قمرمون رو از خونه دلمون برداری ببری پسر جون؟ خب دیگه چی میخوای؟ جونمو بدم؟ چی میخوای بگو؟ قدیم چی میگفتن تا وقتی بین جون و عشق جون تو انتخاب بکنی نمیتونی بگی عاشق واقعی هستی. عاشقی که جونشو فدا نکنه نمیتونه به عشقش برسه پسر. حرف خوبیه، خوبه. حرف خوبیه. من میدونم زفر، من میدونم خودم میدونم دیگه. بچه نشو نایده وای همه شو داد باز کن قمر. نایده چرا همش از جیب من میره؟ چرا اساس من میگیره؟ خیلی خب بابا رسم و رسوم دیگه چاره ای نیست. فقط برای من باشه عیبی نداره بدش. خوبه. پادشاه فصلا در غلط رو باز کن. اومدم تا امانتیمو ازتون بگیرم. روشنی یه زندگی منتظر باش. صبر کن. چرا؟ یه لحظه. شوهر خواهر درو باز کن. درو باز که اندازش خواهش میکنم نریم قمر. ای بابا خیلی دیگه به خدا چرا این همه پول حیفش کرد؟ این همه پول دستش بود از بین رفت. این همه پول بود نایده الهی نایده اونو ولی خشم نکنی یه وقت چی میگی سفر؟ من داداش چه خبرشه؟ امانی برو به خاک سیانه شدی پولو بخوا کسه نه قمر منو داری ردت نه قمر فقط قمر فقط ردت نکرده پولمو بسته دیگه تو ساکت شو دیگه دیوانه نشدی شوهر خواهر آبجی خوشگلم دیگه باز بری خونه بخت. میتونی وایسی؟ آره خوبه. تو از ستاره تو آسمون هم درخشان تری قمر. تو هم شیرین ترین طوفان زندگی. به هم رسیدیم بالاخره به هم رسیدیم قمر. دیگه واقعا برای منی. بودو دختر. خب منو ببین پویراز، اگه حتی یه لحظه این پروانه دورش نچرخی خب چرخونمت، از زندگی ساقطت میکنم. شوهر خواهر، من امروز برای گرفتن امانتیم نیومدم. اومدم تا مقابل زنی که دوستش دارم تسلیم بشم. ببندش، این که جمله منه، من اونو به چشم آبیم گفتم. یه جمله دیگه پیدا کن. من چه؟ هم قمر هم جمله برای منه. بودو دختر تا دیر نشده به سفره عزممون برسیم. بودو مونا اغلوها، کادی اغلوها، بزن که دنیا بهترین عروسی رو به خودش ببینه. بودو اوی خونم خونه قشنگم.
عشقم قربونت برم یکم بیشتر فشار بده، دل بکار بده. اوف اوف وای این کارو خیلی دوست دارم. وای عجب عروسی بود، پام ورم کرده اینقدر رقصیدم. اگه الان وضع ما اینه ببین وضع عروس و دوماد چیه، حتی یه دقیقه هم نشستن. چه وضعی بود، یه عروس که نباسی اینقدر مشتاق باشه عزیز من. تموم شب عروسی رو تبلا میزد و میرقصید، مگه داریم؟ اما عروس تو هم خیلی مشتاق بود. جون دلم، عروس خانوم خوشگلم 20 به علاوه 1 سال صبر کرد، اون لایق همه چیه. خب باشه عشقم، یعنی ما لایقشیم اما اونا نیستن. خب گناه دارن، همش فرار کردن و دوباره برگشتن. چشم آبی باشه قبوله، اما ببین مثلا بعد عروسی که نمیشه مستقیم بریم ماحصل، یعنی فردا صبحش بیدار میشی دست مادر پدرتو میبوسی بعدش راهی ماحصل میشی. ما که جز این چیزی ندیدیم، پدر مادرامون اینجوری یادمون دادن، ماحصل که فرار نمیکنیم. مال شما از دست رفت. نه بابا نرفت. بابا یه چیزی، حالا که همه چی رو به راه شده شما میتونید به ماحصلتون ادامه بدید. وای دخترم نه قربونت برم، ما حساب کار اومد دستمون، ما دیگه شما رو اصلا تنها نمیذاریم. برش کن، فراموش کن. نه عشقم، یه وقتی دیگه خانم کوچولوها دلشون خواسته از طرف مافیای ایتالیا دزدیده بشن یه جایی متفاوت دیگه برن. بله بابایی چون دست به درد نکنه، چرا اینجوری حرف میزنی؟ به لطف ما یه ماحصل هیجان انگیز تجربه کردیم، وگرنه به اون رمانتیک بودن کسل کننده‌تون ادامه میدادیم. یوکچه جون به نظر من تو بیشتر از این زور نزن. پاشو برو رخت خوابا رو پهن کن. من چرا باید پهن کنم؟ به عنوان خواهر بزرگترت اینو میخوام. مینا برو رخت خوابا رو پهن کن عزیزم. چرا من؟ چون به عنوان خواهر بزرگترت اینو میخوام. وای اوف بسته دیگه، من از کاتگوری این خونه بودن خسته شدم، واقعا خیلی خسته شدم. ماما یلدیزون لطفا سریعتر خواهر عزیزتر از جونمو به دنیا بیار. من میخوام خواهر بزرگتر باشم، منم دیگه خواهری کنم. منو ببین الکی جلتو صابون نزن، من از پسرم به عنوان حمال استفاده نمی کنم. پسرت؟ یعنی چی؟ جنسیتش مشخص شده؟ نیازی به مشخص شدن نره که من مطمئنم پسر میشه. عشقم اگه میخوای فردا میریم دکتر، شاید این دفعه جنسیتشو نشون بدی. نیازی به نشون دادنی که من مطمئنم پسر میشه. عشقم قربونت برم، آخه چجوری مطمئنی؟ اگه دختر باشه چی؟ اون وقت ناراحت میشی. نیازی به ناراحتی نیست، من مطمئنم پسر میشه. آی انبوش گرفتم. بابا چون از کجا میدونی؟ عینک مخصوص داری؟ حداقل بگو ببینم اونجا چجوریه. نیازی به عینک نی که من مطمئنم پسر میشه. ببینید شما اصلا متوجه نمیشین، من سریع توضیح میدم. قدیم گفتن دختر بچه خوشگلی مادرش کم میکنه، حالا که چشم آبی من رفته رفته خوشگلتر میشه، خب من مطمئنم که پسر قند عسله. هوی گذشت. مگه این هشدار رستوران نیست؟ یه چیزی شده. چی شده؟ چراغا هم که خاموشه. نکنه کسی رفته داخل ها؟ چیز دوست رفته، نکنه کسی رفته. صبر کن چشم آبیم، آروم باش، من خودم نگاه میکنم. نه نمیشه، منم میام. چشم آبیم، تو با دخترها همینجا میمونی. اما اگر نریم دخترها حواستون به چشم آبیم باشه. قربان منم باز میام. اما دخترها اما اگر نداره. خیلی خوب باشه، کجا میکشونین منو؟ باشه بیا بشین بیا. ای خدا. اوی امیدوارم چیزی نشده باشه. در که قفله. اینجا هم کسی نیست. تو همینجا منتظر باشه. اما فریده
می نوشم. می نوشه. آی ما مینوش رو داخل جا گذاشتی؟ بله دخترم اینو ببریم وگرنه همش صدای دزدی رو در میاره. کجاست؟ مینوش کجایی؟ کجایی؟ بیا ببینم. مینوش کجایی؟ مینوش در تو دیگه کی هستی؟ نکنه در بیا اینجا ببینم. فرار نکن. سکندری خوردی که. همونجا واسا. تو کی هستی دیگه؟ بگو کی هستی؟ کی هستی؟ بگو کی هستی؟ چیزی در بیاری واسه من؟ بابا وایسا. بابا چاقو داره. بابا چاقو داره. ولش کن. ولش کن. یعنی چی همش میگی بابا؟ مردی که فرار کرد. چاقو داشت. اگه باز کاری میکرد چی؟ دخترم منم خود دست دارم دیگه. آبجی لیزه چی کار کنیم؟ دوستو بهش میدی؟ نمیگیم. واسه نفسم بیا سر جاش. جونم چشم آبی. عشقم چی شده بود؟ حالتون خوبه؟ چیزی که نشده عزیز دلم ها؟ چشم آبیم کاملا خونسرد باش. ما خوبیم. مینوش تو رستوران مونده بود. آره. ای خدا حتما خیلی از صدای دزدگیر ترسیده. خوبه پس شماها چرا بر نمیگردین؟ برگردین دیگه. عشقم گفتم دیگه دنبال گربه میدویدم. خیلی تو میدوه. تو بخواب استراحت کن. من مینوشو پیداش میکنم و بعدش میام. باشه؟ باشه عزیزم باشه. اما مواظب باشین بیشتر از این نترسونینش. چشم آبیم تو دیگه اصلا نگران نباش. خب دیگه میبوسمه. خب چی شده؟ گربی بوده. گربی. دوبله شده در منو ببین. فعلا به یلدیز و بقیه چیزی نمیگیم. باشه نگران نباش. البته اگه دوز باشه یاد اون قضیه که مرد نقابدار افتادم. یعنی میتونه همون آدم نقابدار باشه؟ اما بابا اون آدم رو دستگیر کردن. به نظرم الکی به خودت استرس میدی. باشه دخترم تو هول نکن. بریم ببینم از رستوران چی دزدیده. تو خوبی مگه نه؟ آره قلبم افتاده. بگرد ببین کجاست. آی بابا. تو اونجا رو ببین منم اینجا رو میبینم. باشه.
یه دوست دیگه هم هست. من الان بهش نشون میدم. فرید صدا چی بود بابا؟ بابا اونجا رو ببین، انگار امشب دوزا محاصرمون کردن. ها عقب واسه سرکار کی باشند؟ با کت شلوار؟ این کفشای نامناسب؟ با 0.5 کیلو ژل؟ دادایی هست. آره داداش، خدا را شکر آدنایی هست. آخ داداش آخ. خوبی بابا؟ نمیدونم که خوبم یا نه. من چم شد؟ واقعا چم شد؟ چی شد؟ یعنی سرتو کوبیدی به شیشه. همین. آره همین. سرمو کوبیدم یعنی چی؟ چیزه، من که تو رو پشت صندوق دیدم نشناختمت، فکر کردم دزدی، به خاطر همینم شیشه رو روی سرت شکوندم. معذرت نخوا. واقعا دمت گرم. حواست به مغازه هست، خوشم اومد. کی میدونه شاید جایی که زدی جوونه بزنی. زن بود. پسر عجب دختری بزرگ کردی، واقعا دست مریض. به شرف و ناموسم قسم که خیلی دختر جوان مردی، حواسش به مغازه هست. در ضمن این بار دومه که منو با دزد اشتباه میگیره. به امید خدا سومیش نصیب خودم میشه. چی فرمودی؟ هیچی. تو اینجا چیکار میکردی؟ مغازه خودتو زیرو میکردی؟ نه داداش، از شرکت امنیت زنگ زدن. منم اومدم دیدم در وازه، نگران شدم. گفتم صندوقو کنترل کنم، اما نه، همه جا رو جارو کرده. میدونم، دنبالش کردم اما ناکس فرار کرد. جدن؟ داداش یه چیزی بگم، اینجا حتما باید یه نگهبان شبونه بذاریم. همین. داش من یه چیزی بهت بگم. بفرمایید. پسر تو نصف شبی چرا اینقدر ژل میزنی به زلفات؟ لزومش چی آخه؟ ای بابا. Adana yollarında bir kız çıktı karşıma, Fellah mısın affetni, vuruldum kaşlarına, sevmiyon mu, karşılık vermiyon mu, bu ne güzellik yavur, senin Allah'ın yok mu? اوستا خلیل دمت گرم، امروز حسابی سر حالی یا سر حال. این دفعه یه جور دیگه میخونی، خیر باشه. پسر، قبلا آهنگا رو ساده میخوندم، اما الان دارم با تمام وجودم حسشون میکنم. راستی اون دختره تو شعر تو راه آدانا با طرف روبرو میشه، نه تو راه اردو. آفرین به این هوش و ذکاوت. پسرم چه آدانا چه اردو، بالاخره زیبا همون زیبا. فریده کجا میری؟ فرید خیر باشه، کجا میری؟ با کسی قرار داری؟ آره، یه ملاقات ویژه دارم، کسی که هفته یه بار میبینمش.
ای بابا کی هست؟ من میشناسم. در اصل منم درست حسابی نمیشناسمش. تنها دیالوگامون ایناست: خسته نباشی، امروز چیزی داری؟ ها، بعدم برای مشخص نبودن رمز کارتم هم خیلی سر و کله میزنه. خیلی فروشنده محترمیه. تو به خاطر خرید هفته‌ای داری میری مارکت. آفرین، از کجا فهمیدی؟ چیزی کم و کسب داری؟ نه، خوبی و سلامتی، همین زیباییت بسه. باش. اما من دارم. میخوام با تو کوچه پس کوچه ها بگردم و بعدشم باهات وقت بگذرونم. منم بیام. باب ای خوشتی، بدون اجازه گرفتن از رئیست میخوای از زیر کار در بری؟ آره؟ نه، اجازه گرفت، من دادم. من میخوام بیاد. منم میگم بیاد دیگه. در اصل یه حمالی که وسایلتو برداره لازم داری. تو منتظر باش، کتمو برمیدارم میام. صبح بخیر. خیر باشه. آفتاب از کدوم طرف در اومدی؟ راستش حوصله‌مون سر رفت، گفتیم یه چرخی بزن. آره، تو یه چایی دم کن که مدت دختری یه چایی دبس بزن. راستش تو با بابام بهتر چای تو هورت میکشی. منم میخوام برم سوپرمارکت. اگه ویاری چیزی داری بگو برات بخرم. نه عزیزم، نه ممنونم، اما تنهایی نرو، باباتم همراهت نیست. آره دخترم، یه 10 دقیقه صبر کن با هم بریم. بابا جون نیازی نیست، مته داره با من میاد. باشه خوبه. فریده وایسا، من صبح بخیر. چیزه من حاضرم، اگه میخوای بریم دیگه. لازم نکرده. خودم با دخترم میرم. بابا جون نیازی نیست، شما با آبجی لیز چایتون رو بخورید. بسه با بچه ها سر کله نزن دیگه. اوی ببین آدانایی چی کار کرده. عشقم بیا یه دونه برداریم. بیا عشقم بر میداریم. اما منم یه لیست خرید دارم، بذار اونم بهشون بگم. پیاز زیاد میخری بیبی فیس. معلومه که من قراره خیلی خوردشون کنم. پس رفتی؟ باشه بابا جون. بریم دیگه، زود باشین. اوی داداش خلیل، اوی بجم دیگه، بجم تو نسوخته، 2 تا برامون بذار کنار، بجم دیگه. شوهر جونم برگردیم بر دیگه. داداش گذه‌ام اینجا رو میدون جنگ میکنه. اوی چه بوی کبابی میاد. بیا شوهر جون بیا. اوف دستت چه بوی گندی میده. زود باش باید بزن. شوهر جون یه ساندویچ هم بخوری. نه اوی نگاه کنم. نه عزیزم چیزی نشده. نگران نباشین، تا وقتی باباش پیششه هیچ نمیشه، نترسین. شما میدونستین عثمان وقتی بچه بود خیلی از دوچرخه میترسید؟ شوفر ما رو باش، اصلا چیزی از این قضیه بهم نگفتی. از دوچرخه میترسیدی، پس این اسم ماشین برای چیه ها؟ بچه که بودم همش منو سوار ماشین میکردن، تا ماشین وای میستاد منم شروع میکردم به گریه کردن. شما فکرشو بکنین، بچه‌ای که عاشق ماشین بوده از دوچرخه میترسیده. مگه یه چیزن آخه، ماشینی که میگی رو 4 تا چرخ شرکت میکنه دیگه، اما دوچرخه 2 تا چرخ داره، نمیدونی چپ میره یا راست میره. خب کارش سخت‌تره. اما الان خیلی خوب میرونی. از کجا یاد گرفتی؟ دیگه یاد گرفتیم دیگه. خب بگو. از دوستا کار یاد گرفته، هم رانندگی و هم دوچرخه سواری از باباش یاد گرفته. بعدن چیزای دیگه هم بهم یاد داد. عشقش همیشه اولویت داره. با جناب.
عثمان محض رضای خدا اینجوری نکن دیگه، هممون میدونیم بابا چقدر دوستت داره. به خاطر همین یه لحظه هم نگران من نشد. آدم یه خبری میگیره، میپرسه پسرم کجایی، چی کار میکنی، چی میخوری، کجا میمونی، چی کار میکنی. با جناب خب تو زنگ بزن. ببین عمو بچه خیلی دلنازه که دلش نمیاد. اگه یه زنگی بزنی با هم آشتی میکنی. کی میخواد آشتی کنه ها؟ من هیچ حرفی به کسی که نگران من نمیشه اصلا ندارم. عثمان عشقم، تو به خاطر اینکه برام پشمک بگیری تون راه میری؟ خب با چناق دست به کارشو ببینیم. اوه بازم توپ به زمین ما افتاد. دیگه عادت کردم. داداش 2 تا پشمک بهمون میدی؟ فقط 2 تا؟ شما نمیخورین؟ خب با جناق حالا که اینقدر اصرار کردی یه دونه ما بخوریم دیگه. داداش یه دونه بیشتر بده، ما با هم شریکی میخوریم. آره. آها پسر تو هم خسیس از آب در اومدی ها. بیا پسر چه ربطی داره؟ من ورزشکارم، میونم با شیرینی خوب نیست. باشه خوبه. بیا پشن نگاه کن پسر، 2 تا پشمک میمونمون کردی، اینقدر خسیس نباش دیگه بسه. اما بعضی حق داشته تو رو از خونه بیرون کرده. توی این یه هفته جیبمو خالی کردی. با جناق منظورت چیه؟ منظورت اینه که من سربارت شدم؟ آره؟ عثمان بابا پسر شوخی میکنم بابا، شوخی بود. ای خدا داداش تو تاج سر منی، تو برادرمی بابا، برادرمی. عزیزم بازش کن ببینم، دلم هوس شیرینی باز کرده. میکنم خیلی خوب. هنوزم بازش نکردی که ای بابا. بخور دیگه باشه بابا. بیا من به خاطر تو قید رژیمو میزنم. بیا بخوریم با هم دیگه، بیا. هیچ چیزی نمیشه بابا من رژیممو بشکنم مگه چیزی میشه؟ پسر دفعه آخر 2 چرت و پرت بگی. میگم ماخلی چی شده؟ چرا دلت گرفته؟ چرا دیگه آهنگ نمیخونی؟ نه دادا چرا دلم بگیره؟ نه خوبم. زن داداش چشم آبیم تشریف آورده. زن داداش یه دونه دیگه برات بذارم چطوره؟ آره بذار ببینم. داداش خلیل تو اوستای این کاری یا به خدا اوستایی؟ وقتی اومد اینجا گفتم بخوای کی میخواد کباب دلوچگر بخوره، اما ببین ها ما مشتری ثابتت شدیم دیگه. نه داداش من حرف بیخود نمیزنم. یادت من چی گفتم؟ من نگفتم آدانایی یا بلدن خودشونو تو در بقیه جا کنن. داداش ببین چی میخوام بگم. میگم من به اون کلبه اسباب کشی کنم، اینجوری حواسم به رستوران هست. خوبه؟ فکر خوبیه داشت خلیل، بعداً راجع بهش حرف میزنیم. چرا بعداً حرف بزنیم؟ الان حرف بزنیم دیگه. باید منتظر بشینیم تا دوباره دزده تشریف فرما بشه. به شرفم قسم از هتل بهتره، به فکر من نباش. نه چی؟ شما چی گفتین؟ چه دزدی؟ چه خبره کوزی؟ چیزی نیست چشم آبیم. داشت خرید از اتفاقات احتمالی حرف میزنه، مگه نه؟ بله احتمال داره. ببینین منو دروغ نگیم بهم، داریم با چشم ابروهاتو بازی میکنین. چی دزدیده؟ چیز زیادی دزدیده؟ وای به امید خدا زهر حلائل بخوری، به امید خدا پاد حالا بشه سنگرم گیر کنه. عشقم محض رضای خدا. آخه با این وضع حاملت کسی رو نفرین نکن. یه کوچولو پول نقد برداشته، درآمد روزانه رو برداشته، لطفا ناراحت نباش. ما با خلیل این وضعیت رو حلش میکنیم، یه سری تدابیر در نظر میگیریم. مگه نه؟ آقا یه کوزه این رستورانمو دزد میزنه بعد تو بهم هیچی نمیگی؟ آره بابا تو حامله ای، واسه خاطر اینکه ناراحت نشی نگفتم چی کار میکردم؟ نه من فهمیدم تو اصلا منو آدم حساب نمی‌کنی. نه اینجوری نمیشه. از این به بعد خودم سر کارم وای نیستم. مرد اینجا رو دست کسی دیگه نمیسپرم. زنده داشت یه جوری میگی انگار تو اینجا باشی دزد نمیزنه. عیبی نداره، حداقل میفهمم اینجا چه خبره. خب دیگه اوستای چشمابی سر کارشه دیگه. دوی آندرستند عشقم بعداً راجبه هیچ بعدی وجود نداره دیگه، بعد مدی وجود نداره. از این به بعد من سر رستورانم وای نیستم و تو هم سر کار خودت
خودت وای میستی عزیزم، تموم شد. خب من گذاشتی کاری هم واسه من بمونه؟ بهترین مشتریمو فراری دادی. اونجوش دیگه به من ربطی نداره عزیزم، مشتری توی خودت بهتر میدونی چیکار کنی، سر کار خودت باش. پا یعنی میگی من به هیچ دردی نمیخورم؟ آره به هیچ دردی نمیخورم، داری اخراجم میکنی. نه عشقم، اخراجت نمیکنم، من میگم به زندگی معمولیمون برگردیم. تو صبح زود از خونه برو دفترت، شبم برگرد خونه و داستان ادامه. تو میخوای صبح برم شب بیام؟ آره میخوای یه مدت منو نبینی، زیر دست و پات نباشم، همینه دیگه. تو نمیخوای منو ببینی، داری اخراجم میکنی اینجوری. چی داره؟ چه ربطی داره؟ همچین چیزی گفتم میخوام برگردی سر کارت، میخوام من سر کار خودم باشم، تو هم سر کار خودت باشی و تمام. بابا تو حامله هی به فکر من نیستی، به فکر بچه‌مو باش. به اندازه که مادر بچه به فکرش نیست. شما دخالت نکن. علاوه بر این دکتر چی گفت میتونی به زندگی عادیتون برگردی. زندگی معمولی تو خونه ماست، بیشین بچه‌مون رو بزرگ کن. همین بزرگ زندگی معمولی من تو خونه نشستم از این ور به اون ور قل خوردن. آره تو اصلا منو نشناسی، من کاری به این کارا ندارم. ملکه برگشته. تو یه بز لجباز. شکری جون، حکمت بفرما آبجی. یعنی اینجا ببینم آقایون بیاین. ببینین آقای کوسه‌ای به پایان راه رسیده، ببرینش بیرون دیگه. به سلامت. به پایان راه رسیدی؟ یه مدت نبودم، گفتن حتما مردی، پس بهشون بگین ملکه دیگه برگشته. بله آقایون، بجمین زود باشین با تشویقاتون بدرقش کنین. بری به سلامت. خدافظ. هوش بابا نکن دست پر صدا نکن این کارو. زود باشین صدا بدین. بابا دستمو عمل کردم میگم. ول کن. بجمین بندازینش بیرون. بره سر کارش کشتی بسازه. برو شوهر جون، برو کشتی بساز. دست بزنین. به خاطر زحماتت ممنونیم. آفرین، خدا ازت راضی باشه. من برمیگردم. بابا ما دیدیم تو اینجا تنها نشستی، گفتیم بیایم پیشت. حالا واسه چی ما حمله داری میکنی؟ من بعد تنهام، فهمیدی؟ تنهام. یه لیزم بیرونم کرد. از کجا بیرونت کرد؟ خونه، مغازه، همه جا. نمیخواد من اطرافش باشم. از اول بگو دیگه. خانوم باش، خواهر چشنگی منو باش. هنوز بچه به دنیا نیامده، اینو بیرون کرده. درک میکنم. نایدم همین کار با من کرد. درکت میکنم. کار پیدا کن واسم. بابا من کار ندارم، کار داشته باشم چی میشه؟ مالیات رو اینا میشه. دقیقا همینطوره. ببین همینقدر راحته. سریع تونستی بگی بابام کشتی رو اجاره داده، بعدش هم کسی کشتی نمیسازه. من چیکار کنم؟ با چیکار کنم؟ میتونید بگی چیکار کنم؟ دوست داشتم. درویشی چطوره؟ لباس درویشی من دست نخورده مونده. اگه دلت بخواد لباس درویشی منو بپوشی میتونم بهت کمک کنم. میخوام پامپا جون، اما میترسم بعد پوشیدن لباس درویشی مجبور به پوشیدن لباس جراحی مافیای اعضای بدن بشم. اینجوری نگو. همین که شنیدم کلیم تیر کشید. آقا گوش بدید. بیاین شما رو ببرم به مرکز مشاوره بیکاری. پسر ببین چی میگه. چیزش پول گرفتم گذاشتم تو جیبم، نتونستم پیداش کنم. تو دیدیش؟ نه به خدا من ندیدم. اعصابتو خورد نکن، پیدا میکنیم. بیا غذامون رو بخوریم. اون که پول کمی نبود، 500 لیر بود. مطمئنی ندیدی؟ داداش دارم بهت میگم ندیدم دیگه. چرا همش میپرسی؟ گفتم شاید تو برش داشته باشی. همین من چرا باید سر خود از جیب تو پول بردارم؟ نمیدونم با جناب. گفتم شاید چیزی لازمت شده برداشتی، به خاطر همین میپرسم. همین فقط همین مونده بود که منت غذا رو سر من بذارین. آره که گذاشتین. دمتون گرم. یا چه بیام از اینجا بریم عشقم. هر چقدر بیشتر بمونیم بدهکارتر میشیم. دستا بالا عباسی. اشتباهی گفتم. دستاتو بیار پایین. گفتم دستاتو بیار پایین. دستاتو بیار پایین. بیا. ذرات خانه جمع کرده. سرین چی؟ اینا از کجا اومدن؟ حتما مورا رو که برمی داشتن افتادن. داداش اینا از کجا اومدن؟ این کته برای کی آخه؟ توی کته من جاسازی کردن. واقعا این کته من نیست. باور کنید من وضع خوبی ندارم، مهره ریزی دارم. نمیدونم. آخه تو چرا اینقدر جرزن دروغگویی آخه؟ ببین چقدر مهره عجیبه. مال من نیست. من چه میدونم، حتما باد اومده افتادم توی جیبم. روحی اونو بیار پایین محض رضای خدا. پسر تو خجالت نمیکشی؟ تو این سن و سال تقلب میکنی؟